به نام ایزد منان. قسمت اول از بخش هفتم دفتر اول مثنوی، خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک، ابیات 144 تا 162. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خویش هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. واندر آن شهر از قرابت کیستت، خویشی و پیوستگی با چیستت. دست بر نبضش نهاد و یک به یک، باز می پرسید از جور فلک. چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد. و سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد می کند با لب ترش. خار در پا شد چنین دشوار یاب، خار در دل چون بود واده جواب. خار در دل گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. بر جهد وان خار محکمتر زند، عاقلی باید که خاری برکند. خر ز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته می انداخت 100 جا زخم کرد. آن حکیم خارچین استاد بود، دست می زد جا به جا می آزمود. زان کنیزک بر طریق داستان، باز می پرسید حال دوستان. با حکیم او قصه ها می گفت فاش، از مقام و خواجگان و شهر و باش. سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و جستنش می داشت هوش. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. دوستان شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دگر را نام برد. خب دوستان، میپردازیم به تفسیر و معنی ابیات 144 تا 162. این بخش از مثنوی معنوی یکی از حکایات زیبا و پر رمز و راز مولاناست که در آن یک کنیزک بیمار شده و طبیبان از درمان او ناتوان ماندند. اما یک حکیم عارف از راه شناخت باطن بیماری او را کشف می کند. مولانا در اینجا عشق، درد درونی، شناخت عمیق و راه درمان حقیقی را با استعاره های زیبا بیان می کند. بیت 144. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خویش هم بیگانه را. حکیم به شاه گفت خانه را خلوت کن، هم نزدیکان و هم بیگانگان را بیرون بفرست. شناخت حقیقت نیاز به خلوت دارد. بیماری کنیزک جسمانی نیست، بلکه بیماری دل است و فهم آن در میان جمع ممکن نیست. در عرفان خلوت کردن به معنای دور شدن از هیاهوی دنیا و تمرکز بر درون است. بیت 145. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. هیچ کس در دهلیزها گوش نمی دهد تا بتوانم درباره این کنیزک پرسش هایی بپرسم. خلوت و رازگویی در شناخت حقیقت در اینجا معنی میده. حکیم از شاه خواسته است که خلوتی ایجاد کند، زیرا شناخت حقیقت نیاز به فضای آرام و بدون شنونده دارد.
گاهی حقیقت‌های مهم را نمی‌توان در جمع گفت، بلکه باید در خلوت از دل افراد بیرون کشید. این نشان دهنده اهمیت رازداری و تمرکز در درمان واقعی مشکلات است. بیت 146. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. خانه خالی شد و هیچ کس نماند جز آن طبیب و همان بیمار. این صحنه خلوت نمادی از ارتباط صمیمی و عمیق میان سالک و راهنماست. تنها در این خلوت میتوان بیماری واقعی را کشف کرد. بیت 147. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. حکیم آرام و نرم پرسید از کدام شهر هستی، چون درمان هر قومی روش خاص خودش را دارد. طبیب حقیقی قبل از درمان به شناخت بیمار نیاز دارد. در عرفان شهر میتواند نماد وابستگی‌های دنیوی و پیشینه روحی فرد باشد. حکیم با پرسیدن این سوال به دنبال کشف ریشه بیماری کنیزک است. بیت 148. وان در آن شهر از قرابت کیستد، خویشی و پیوستگی با چیستد. در آن شهر نزدیکترین افراد تو چه کسانی هستند؟ با چه کسانی خویشاوندی و پیوستگی داری؟ اینجا حکیم به دنبال کشف علاقه پنهان کنیزک است. او از طریق شناخت دوستان و خانواده او قصد دارد راز بیماریش را بفهمد. بیت 149. دست بر نبضش نهاد و یک به یک، باز میپرسید از جور فلک. حکیم دست بر نبض کنیزک گذاشت و یکی یکی از سختی‌های زندگیش پرسید. حکیم برخلاف پزشکان دیگر تنها به ظاهر بیماری نگاه نکرد، بلکه به دنبال علت درونی آن رفت. او همزمان با سوال کردن درباره زندگی و سرنوشت کنیزک نبض او را بررسی می‌کرد تا بفهمد کدام موضوعات موجب تپش شدید قلب او می‌شود. بیت 150. چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد. وقتی خاری در پای کسی فرو می رود، او پایش را بالا می آورد و روی زانوی خود می گذارد تا خار را پیدا کند. این بیت نشان می دهد که دردهای آشکار جسمانی سریع مورد توجه قرار می گیرند و فرد برای درمان آن اقدام می کند. انسان برای دردهای جسمانی فوراً دنبال راه حل می گردد. بیت 151. و سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد می کند با لب ترش. فردی که خاری در پایش رفته با دقت آن را جستجو می کند و اگر آن را پیدا نکند چهرهش در هم می رود و ناراحت می شود. اگر فردی یک درد جسمانی داشته باشد و نتواند علت آن را پیدا کند، دچار ناامیدی و ناراحتی می شود. حال تصور کن که اگر درد و زخم در دل باشد و هیچ کس متوجه آن نشود چقدر سخت خواهد بود. بیت 152. خار در پا شد چنین دشوار یاب، خار در دل چون بود واد جواب. خار در پا یافتنش چنین دشوار است، حال بگو خار در دل چگونه است. اگر یک زخم کوچک در بدن می تواند مشکل ساز شود، پس زخم‌های روحی و عشقی چقدر عمیق‌تر و دردناکتر هستند. درمان جسم آسان است، اما درمان دل و احساسات کاری پیچیده و دشوار است. بیت 153. خار در دل گر بدیدی هر خسی، دست
کی بودی غمان را بر کسی؟ اگر هر فرد ناآگاهی یعنی هر خسی می توانست خار در دل را ببیند، دیگر غم و اندوهی در دنیا باقی نمی ماند و همه می توانستند همدیگر را درمان کنند. دردهای درونی و روحی یعنی خار در دل را هر کسی نمی تواند ببیند. اگر همه انسانان می توانستند مشکلات و غمهای واقعی یکدیگر را درک کنند، دنیا پر از شفقت و آرامش می شد. اما چون افراد ناآگاه قادر به دیدن زخم‌های درونی نیستند، غم و اندوه همچنان بر مردم حاکم است. بیت 154: کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. اگر کسی خاری زیر دم خر بگذارد، خر نمی داند چگونه آن را بیرون بیاورد و فقط جستن و لگد زدن را انتخاب می کند. این بیت تمثیلی از انسانهای ناآگاه و جاهل است که هنگام مواجهه با مشکلات واکنش‌های عجولانه و نادرست نشان می‌دهند. خر نماد افراد نادان وقتی درد می‌کشند، نمی‌دانند چگونه آن را حل کنند و فقط با حرکات بیهوده درد خود را بیشتر می‌کنند. مولانا این رفتار را به انسان‌هایی تشبیه می‌کند که در مواجهه با مشکلات به جای تفکر و یافتن راه حل دست به اقدامات بی‌نتیجه و مخرب می‌زنند. بیت 155: برجهد وان خار محکمتر زند، عاقلی باید که خاری برکند. خر وقتی از درد می جهد، خار را محکمتر در بدن خود فرو می برد. برای بیرون کشیدن خار یک فرد دانا و خردمند لازم است. واکنش های عجولانه و نادرست نه تنها مشکل را حل نمی کنند، بلکه آن را پیچیده تر و دردناکتر می کنند. بیت 156: خر ز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته میانداخت صد جا زخم کرد. خر برای رهایی از خار با لگد زدن تلاش می کند، اما این کار باعث ایجاد زخم‌های بیشتر می شود. گاهی اوقات تلاش ناآگاهانه برای حل مشکل وضعیت را بدتر می کند. درمان زخم‌های روحی نیاز به دقت و خرد دارد، نه واکنش‌های تند و ناآگاهانه. بیت 157: آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جابجا می آزمود. آن حکیم یعنی آن استاد در بیرون آوردن خار استاد بود و با دقت دست میگذاشت و آزمایش میکرد. حکیم واقعی کسی است که بدون عجله و بدون آسیب رساندن خار یعنی درد درونی را بیرون میآورد. او با تجربه و دقت ابتدا نقاط مختلف را بررسی می کند تا به ریشه اصلی درد برسد. درمان دردهای روحی و عاطفی مانند بیرون کشیدن خار از بدن نیازمند آرامش، دقت و آگاهی است. فقط یک استاد و فرد آگاه می تواند مشکلات را از ریشه حل کند. بیت 158: زان کنیزک بر طریق داستان، باز می پرسید حال دوستان. حکیم از طریق داستانگویی از کنیزک درباره دوستانش می پرسید. او نمی خواست مستقیما از او سوال کند، بلکه با داستان و گفتگو احساسات واقعیش را بیرون می کشید. این روش راهی برای کشف حقیقت بدون ایجاد فشار روحی است. بیت 159: با حکیم و قصه ها می گفت فاش، از مقام و خواجگان و شهر و باش. کنیزک با حکیم آشکارا سخن می گفت و درباره جایگاه، اربابان، شهر و زندگیش صحبت می کرد. حکیم از طریق گفتگو احساسات و وابستگی‌های کنیزک را بررسی می‌کرد. او اجازه داد که کنیزک درباره گذشته و زندگیش آزادانه صحبت کند تا از لابلای کلماتش ریشه درد او را پیدا کند. بیت 160:
سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و جستنش می داشت هوش. هنگام صحبت کردن کنیزک به داستانهای او گوش میداد و در عین حال به تغییرات نبض او توجه داشت. حکیم به دنبال کشف عشق پنهان او بود. با بردن نام افراد مختلف به تغییر نبض او نگاه میکرد تا بفهمد که او عاشق چه کسی است. این یک روش عمیق روانشناختی برای شناخت حقیقت است. بیت 161: تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. حکیم منتظر بود که هنگام شنیدن نام چه کسی نبض کنیزک دگرگون شود، زیرا آن فرد معشوق و مقصود اصلی او در این جهان بود. حکیم به جای سؤال مستقیم از نبض کنیزک برای کشف عشق پنهان او استفاده کرد. نامهای مختلف را ذکر می کرد و واکنش او را زیر نظر داشت. هر انسانی در دل خود به کسی یا چیزی وابسته است و عشق حقیقی او همان چیزی است که جانش را به حرکت در می آورد. دوستان شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد. حکیم نام شهر و دوستان کنیزک را یک به یک برشمرد، سپس نام شهری دیگر را نیز ذکر کرد. حکیم با زیرکی نام شهرهای مختلف را ذکر کرد تا ببیند واکنش کنیزک چگونه است. او می‌دانست که هنگام شنیدن نام شهری که معشوق در آن زندگی می‌کند، نبض کنیزک سریع‌تر می‌شود. خب عزیزان، میپردازیم به پیام‌های کلی داستان و جمع‌بندی این ابیات. 1. مشکلات واقعی انسان‌ها اغلب ریشه‌های عمیق و پنهانی دارد. 2. حقیقت و درمان روحی در خلوت و آرامش بهتر یافت می‌شود. 3. برای شناخت یک فرد باید گذشته و وابستگی‌های عاطفی او را درک کرد. 4. زخم‌های دل از زخم‌های جسم سخت‌تر و پیچیده‌ترند. 5. حکمت واقعی در درمان مشکلات در دقت، هوشمندی و شناخت عمیق است. 6. شناخت احوال یک فرد فقط از طریق گفتگو ممکن نیست. باید نشانه‌های احساسی او را هم بررسی کرد. 7. همه افراد قادر به دیدن دردهای درونی و مشکلات عمیق دیگران نیستند. 8. انسان‌های ناآگاه در مواجهه با مشکلات واکنش‌های نادرست نشان می‌دهند و اوضاع را بدتر می‌کنند. 9. مشکلات روحی و عاطفی نیاز به درمان توسط افراد خردمند دارد. 10. برای حل مشکلات باید به دنبال راه حل‌های دقیق و آگاهانه بود، نه اقدامات عجولانه و هیجانی. خب دوستان عزیز، این هم تفسیر و معنی ابیات 144 تا 162. همگی شما دوستان را به خداوند بزرگ می سپارم تا درودی دیگر. بدرود.